बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ما کنسترکتر خانه بودیم و در کنسترکتر باز ما کنسترکتر اورلودینگ خانیم. این کنسترکتر اورلودینگ به چی معنا؟ طوری که ما متد اورلودینگ خانیم به یک نام چندین متد ها کار هر متد معلوم می باشه. یعنی به یک نام چندین متد ها که می باشن و ما میگیم متد اورلودینگ یا فانکشن اورلودینگ but with different parameters. پارامترها که هستن متفاوت می باشن. درست؟ اما ما کنسترکتر خانیم. کنسترکتر هم یک نوع خاص چی است؟ متد است. خوب بخاطر اینیشیالیزیشن استفاده میشه. نه ریترن تایپ نداره، ریترن کردن نمیتونه ولیو را قیمت باز نام کنسترکتر نام کلاس یکسان می باشه. و کنسترکتر که است کدام وقت از کال میشه یا اینیشیالایز میشه وقتی که ما ابجکت می سازیم مستقیم در اون وقت ما را کال میکنیم و قیمت هم برش روان میکنیم پاس میکنیم برش. درست است؟ مشکل ها نیست. ما دو کنسترکتر داشتیم هر دو را اورلود کردیم. یک کنسترکتر یک نوع قیمت میگرفت و دیگه هم دیگه نوع. صحیح است؟ لیکن ما یک دیگه متد ساخته بودیم با نام امپلیمنت. در پایین است نه؟ این نمی امپلیمنت. کار امپلیمنت چی بود؟ دو متد های ساده را کال میکرد. یک متد به نام پرینت اینفو است که آیدی و ادرس چی میکرد؟ پرینت میکرد. یک کنسترکتر بود که اینمی را اینیشیالایز میکرد آیدی و ادرس و نمی متد ساده که به نام پرینت اینفو او را پرینت میکرد. این متد باید کال شونه. لیکن این متد چی است؟ استاتیک است. به این معنی شما نیاز ندارین که ابجکت کلاس اینمی متد بسازین تا که اینمی متد کال شود. نیاز نداشتین شما. اینمی هر سه متد ها پرینت اینفو، پرینت فایننس و پرینت امپلیمنت هر سه متد ها استاتیک بودن. به این معنی هر سه متد ها را که کال میکردین بدون ابجکت کال میکردین. یعنی ببینید ما از طریق اد یا اد2 کال نکردیم، مستقیم از طریق نام کلاس دات امپلیمنت کال کردیم. چرا که امپلیمنت یک متد استاتیک است. وقتی که یک متد استاتیک باشه شما از طریق ابجکت نیاز ندارین که او را کال کنین، مستقیم از طریق نام کلاس و دات اپراتور او را کال میکنین. درست؟ دا زمون د تیر درس خبره. نن زرازم یو څو دانه کیورډ درته وایم تاسو ته، تاسو باید په دې باندې پوه شئ. اینمی استاتیک که ما خواندیم استاتیک به چی معنا بود؟ ثابت. یعنی به این معنا وقتی که یک متد چی باشه؟ متد استاتیک باشه، استاتیک متد باشه. شما بدون without an object you can call the method. صحیح است؟ the method څنګه وکړل کی؟ the method will be called directly through the name of class. مستقیم از طریق نام کلاس و دات اپراتور شما چی میکنین؟ او را کال میکنین. اگر متد استاتیک باشه. اگر نن استاتیک باشه یعنی نن استاتیک باشه باز چی میکنین؟ yes should be باید چی باشه؟ should be called through object. از طریق object کلاس object of class باید چی شود؟ کال شود و دات اپراتور باید کال شود. صحیح است؟ یک دیگه کیورد است به نام پابلیک که شما میشناسین. پابلیک صحیح است؟ دیفالت یا اول دیفالت نشته میکنم. دیفالت بارزو پابلیک بارزو پرایویت بارزو پروتکتد. دیفالت به چی معنا؟ ای یک اکسس اسپسیفایر است. اکسس اسپسیفایر به این معنا که شما اگر هیچ نشتم نکنین شما دسترسی دارین با امو وریبل باشه متد باشه شما در دیگر کلاس هم به او دسترسی می داشته باشین. هیچ نشته نمیشه پابلیک پرایویت چیزا نشته نمیشه. دیفالت معنا عمومی است لیکن نوشته نمی باشه. پابلیک به چی معنا بود؟ access publicly in any other class. System any we can access members
members in any other class. That's it. صحیح directly. Private چی است؟ این data hiding را ما میگیم. Data hiding به این معنی we cannot access private members in other classes. صحیح. Protected به چی معنی؟ it can be accessed when we inherit, when we use inheritance. اگر inheritance شما استفاده کردین دو وقت protected member ها را شما access کرده میتونید. اگر inheritance به وجود نآوردین یک کلاس دیگر کلاس به هرس نبرده protected شما استفاده کرده نمیتونید. بدون inheritance شما protected member ها را access کرده یا دسترسی به او نمی داشته باشید. بوشوی باز inheritance زدر توایم خواهد زن تا موضوع ده په هر صورت یو کلاس چې بل کلاس مکمل ممبرونو ته لاسرسی ولري. صحیح شو؟ خب باز یک دیگه کیورد هم هست. یک ستیک شد default public private protected شد. یک دیگه هم هست به نام final و دیگه هم هست به نام this. این هم ماندن این باید خوانده شود. بسیار مهم هستند. اگر در جاوا یک نفر برتان میگه که اینمی یک وریبل است، اینمی چی است؟ یک وریبل است. به طور مثال ما برش میگم که چی است؟ به طور مثال انتیجر است. int age مساوی با 44. من در نمیجا برش میگم system.out.print ln. اینمی قیمت age ما پرنت میکنم. جواب چی میاد؟ 44 میانه. آیا کدام تغییر میاد ای؟ هیچ تغییر نمیاد. 44. اگر خواسته باشین اینمی را ثابت بسازین قابل تغییر باید باشنه ثابت باشه. صحیح ثابت است لیکن امکان داره که در اینجا بیایم این خو وریبل است متغیر است. باز اگر ما نشته کنم 30 آلی قیمت a چند پرنت میشه؟ سالو یو دو ظلم قیمت ور کرد اما اولی یو یعنی 44 ها سی یو H نمیشه سی چرا میشه و جولا؟ تغییر میکنه قیمتش وقتی که قیمت بیاد چرا تغییر میکنه؟ قیمت وریبل تغییر میکنه. چرا که وریبل به معنای متحول است متغیر است. شرط ضرورت نشته. آیا وریبل یک موقت نیست در حافظه؟ موقت است نه؟ این خو ریپلیس میشه. این جای است متغیر متحول وریبل کیری میکنه contain a value لیکن این خو ایده کجاست اینمی ایج؟ این جای است نه؟ جای حافظه موقت حافظه است. کدام حافظه کامپیوتر؟ رندم اکسس میموری. ریم چیستا؟ کدام نوع حافظه است؟ موقتی است نه؟ قابل تغییر است. هر وقت تغییر می باشه. شما جای گرفتین درست است ریزرو کردین به نام ایج ایدنتیفایر است کنتینر است پلیس هولدر است لیکن در اون 44 که ذخیره شد به این معنی است که فیکس شد ثابت شد. نه خیر تغییر میشه. یک دفعه سی نشان تغییر 44 نه خیر یک قیمت میگیره یک سنگل وریبل است اتمیک ولیو را میگیره. مثلا من اول سلسله دسه دکا ایج یو ځای د موقتی ده کنه سلسله ذخیره کړل دیش می چور کړل سلسله په سر باندې دار اولویدل هغه ریپلیس شول. چی میشه اینجا؟ ریپلیس یا اورایدم گفتم میتونم ریپلیس میشه. ریپلیس ولیو. حالا ببینیم که جواب چی میاد 44 یا سی آمده. اگر ما باز بیم دنم اینجا برش میگم باز از اینمی که ایج مساوی و آل چی میاد؟ سی میاد 23 میاد. بازم قابل تغییر است. آخری قیمت میگیره قیمت نو میگیره آخری رو بر ما نشان میده. بالکل. حال مشکل همینجا شاید یک مشکل بهتون جور شده اینجا. این نفر بهتون میگه این باید تغییر نشه اینمی
د وخت د وخت اکزیکیوشن پروگرام باید تغییر نشه به هیچ وجه. صحیح است؟ اگر ما بیایم باز نشته کنیم در اینجا که ایج مساوی با سی باید تغییر نشه اینجا. ایره چک کنیم باید ایره ثابت بسازیم. در سی پلس پلس شما نشته میکردین کانست انت ایج مساوی با 44 باز که قیمت می دادین تغییر نمیشد یا تنست کانست نوشته میکردیم کانستنت ثابت. قیمت پای ببینین پای صحیح است ثابت است او باید تغییر نشه یک قیمت داره ثابت. صحیح است؟ آله اینمی باید در جاوا چطور باید ثابت بمانه کانستنت خود نمیشناسه فاینل چی میگه برش فاینل آخری. صحیح است؟ آله چرا ایرر میده چی میگه ها بین که not assign a value to final variable age فاینل شده نهایی شده. صحیح است؟ باید دوباره باید قیمت برش نداده شد نمیره ختم کنین فایده نداره. ایرر میده که ایرر داد آل شما اگر رن فایل هم کنین خوب کمپایلر قبول نمیکنه او exception in thread main java runtime exception uncompilable at hospital main hospital java result 1 میگه اینمی مشکل است جاوا رن کردن نمیتونه یا اینمی را ختم کنین فاینل یا اینمی را انیشیالایز نمیکنین دوباره. درست است؟ اینمی فاینل بود. آل میم طرف this what is this چیسته در انگلیسی چرا میگه this این صحیح است؟ در جاوا ما this بخاطر چی استفاده میکنیم ببینین. اگر ما بیایم اینجا مو مثال ما برش میتم اینجا ما کار کرده بودیم اینمی بود نه اینمی را ما ختم میکنم اینمی یک کنسترکتر است. صحیح شد؟ ما اینمی کنسترکتر به نام ادمین را کال کردیم یک و کابل برش روان کردیم به اینمی جمعه میبینیم اینمی یک کنسترکتر است در بالا میم اینمی است یک در ای ذخیره میشه و کابل در ای ذخیره میشه. درست؟ ببینید در بالا نام وریبل چیست؟ آیدی ای انستنس وریبل هستند یا فیلد هستند یا پراپرتی برش گفته میشه یا استیت ای وریبل های خود کلاس هستند. درست؟ شما از کلاس هاسپیتال که مین کلاس است از این برش قیمت میتین یک و کابل یک باید در آیدی ذخیره شوه کابل باید در ادرس ذخیره شوه. شما مستقیم نمیتونین باید دسترسی داشته باشین در هاسپیتال کلاس شما از طریق کنسترکتر باید دسترسی دارین. مونږ د کنسترکتر لرو په نوم د اډمن زه د هاسپیټل نه دغه اډمن کنسترکتر ته قیمتونه ورکوم چې یو او کابل یو براشي د آی کې به ذخیره شي آی به قیمت چاته ورکی آی ډی ته ورکی او هغه کابل چې مور تر لګلې هغه په ای کې ذخیره شي ای به قیمت ورکی اډرس ته. نو په آی کې چې یو د هغه آی ډی ته ورکا او ای کې چې کابل د هغه اډرس ته ورکا. اوس وګورئ که زه راشم دغه پارامترز چې دي دا لوکل ویریبلز دي کنه دا کوم ویریبلز دي لوکل ویریبل هستند لوکل ویریبل سکوپ یازو چیست لوکل هستند یعنی آی و ای که هستند بیرون از اینمی کنسترکتر بادی کنسترکتر شناخته نمیشه از این استفاده کردن نمیتونید شما. حالا ببینید لیکن در آیدی از ادرس استفاده کردن میتونید در هر جا داخلی کلاس در هر جا میتونید حالا نه در داخل دیگر کلاس در می کلاس آیدی در اینجا دکلیر شده در داخل اینمی کنسترکتر آواز در اینمی میتود هم استفاده شده. اگر ما بیایم اینمی لوکل ویریبل این لیست آف پارامیتر که هستن نام یزورم آیدی بمانیم اینمو تو آیدی سیستا ادرس ویم ادرس به چی مانا از مین کلاس هاسپیتال که قیمت روان میکنیم یک در آیدی ذخیره میشه از آیدی پس به آیدی اینمی آیدی داده میشه یک از هاسپیتال مین کلاس که برای ادرس کابل روان کردیم در ادرس ذخیره شده ادرس پس به ادرس میتا اینمی ادرس و آیدی ای ویریبل های خود کلاس هستند نه که از میتود کنسترکتر ادمن. درست؟ لیکن یک نوع نام دارن. چی دارن؟ یک نوع نام دارن. این باید متفاوت باشند. این یک نفر کنفیوز میشه میگه اینمی آیدی است اینمی آیدی شد. درست؟ اینمی آیدی ببین این را نمیشناسه. اگر ما بالای آیدی کلیک میکنم چی میگه؟ ای آیدی و اینمی آیدی و ای آیدی یک هستند لیکن یک خو نیستند. ای آیدی که است ای انستنس ویریبل است
این قیمت میگیره از کجا؟ از خود اینمی آیدی. حالا چطور باید این بین از ما باید اینجا چی باشه؟ باید تفاوت باشه، باید معلوم باشه که آیدی کدام آیدی است، اینمی آیدی است یا اینمی آیدی است. یعنی در اینمی وریبل اینستنس وریبل ها و در لوکال وریبل ها که پارامتر هستند بین ازیال چی باشه؟ باید تفاوت باید موجود باشه. حالا خود اینمی آیدی که است که وریبل کلاس است، اگر ای را اشاره میکنین 100% که این وریبل کلاس است، شما برای از او یک کیورد به نام this استفاده میکنید. this id. حالا ببینید وقتی که اینمی را انتخاب میکنم سیستا اینمی دو انتخاب میشه، ای آیدی انتخاب نمیشه. میگه ای آیدی او آیدی نیست، لوکال وریبل نیست، ای آیدی وریبل کلاس است. و در اینجا باید چی باشه؟ this dot. بس خلاص شد. در اینجا میمایم this، نه دلتم باید this لیکه هم dot. و در اینجا باید چی باشه؟ this dot باشه. باید اینجا باید this باشه. این بسیار خوب میشه اینو تو this. و باید از او نه مشکل نیست ها. نیم جب شما استفاده کنیم not static variable است، نه مشکل کجا است؟ نه یک دفعه اینجا مشکل پیدا میشه. نیاز به هیچ نشته نمیکنیم اینجا ها. دست نشته نمیکنیم. اگر دست نشته کنین این خود static است، درست؟ حالا میبینیم حالا مشکل حل میشه. اینمی رو چی میسازیم؟ سالری میسازیم. مکمل نشته میکنم سالری و ایره هم تکس میسازیم. خلاص حالا اینجا باید چی باشه؟ سالری باشه و ای هم تکس. یکسان است نام های وریبل ها، لیکن اینجا دس که نشته شدن وریبل های خود کلاس هستن. حالا بین هاسپیتال رن میکنم، رن فایل. جواب از طریق this keyword ما مشخص میکنم که وریبل های خود کلاس هستند، نه که وریبل های میتود یا کنسترکتر. کلیر؟ خب شاید بعضی چیزا حالی مانده باشه، خیر است، مشکل نیست، ما کار میکنیم که حالی میم طرف پیش میریم کمی. درست؟ درست است؟ اینم اینجا ببینید. خواه حال چی میشه در اینجا؟ ما کلاس ها را خواهیم. ببین شما در جاوا که کار میکنین آبجکت اورینتد است، نه؟ آبجکت اورینتد به این معنی شما در اونجا چی کار میکنین؟ از کلاس و آبجکت استفاده میکنین، کلاس اند آبجکتس. از طریق کلاس و آبجکت با شما اینمی انکپسولیشن سیستا یعنی پولیمورفیزم که برش میگه، نه سوری انکپسولیشن به معنی در یک بلاک شما تمام کدا را میارین برای یک نام میدین. اینمی بطور مثال اینمی خود اینمی تکنیک های مختلف هستند که شما در یک بلاک کد ها را نشته میکنین، از او باز استفاده میکنین با استفاده از نام اونمو بلاک که ادمین است. انکپسولیت کپسول، درست است؟ کد ها را یک جا آوردین و یک جا کردین، برای از او یک نام دادین، یک داخل بلاک و برای از او یک نام مشخص دادین تا که از او بار بار استفاده کرده بتونین. باز که است چی است؟ انهریتنس است. این را شما میبینین انهریتنس که جا چطور اینهریتنس استفاده می خودتان میتونین و در ما در پرکتیکال هم میبینیم. باز وقتی که گرافیک شروع کنیم با شما دیده میتونین که چطور اینهریتنس استفاده میشه. درست است؟ انکپسولیشن، اینهریتنس، باز چیست؟ پولیمورفیزم. پولیمورفیزم و باز ابسترکشن هم است. ابسترکشن، ابسترکت کلاس ها هم هستن، ابسترکت فانکشن ها، متد ها هم هستن. این رو ما بحث میکنیم. صحیح؟ در اینترفیسز هم اینترفیسز ما میبینیم باز که چطور اینترفیس چی هستن، کدام نوع کلاس ها هستن اینترفیس. درست؟ خب بین امیره که استفاده میکنیم یک تو کار میکنیم، یک چیز انتخاب میکنیم که در گرافیک کار کنیم. ما نمیگم که یک پروژه ادوانس کار میکنیم، درست؟ برای گرافیک ما باید یک چیز انتخاب کنیم، یک موضوع رو باید انتخاب کنیم. صحیح؟ ببین شما که چیزا میسازین، یک اپلیکیشن میسازین، درست؟ اپلیکیشن چند نوع ساخته میشد؟ کدام؟ دسکتاپ،
desktop based application ويب web based application درست موبايل مو چیز است ها web based application بارزو یا موبایل بیس اپلیکیشن درست است. ما که فیلال کار میکنیم در کدام نوسته دسکتاپ بیس است و در جاوا که در دسکتاپ شما میخوانین باید کدام تکنولوژی رو بخوانید، کدام ادیشن جاوا رو بخوانید؟ آفرین، استاندارد ادیشن رو باید بخوانید شما. صحیح است؟ استاندارد ادیشن. استاندارد ادیشن اما اساسات جاوا هستند که در هر ادیشن که میرین شما وب بیس اپلیکیشن هم میسازین، موبایل بیس هم میسازین، باید اس ای را شما خوانده باشید. درست است؟ استاندارد ادیشن است. استاندارد ادیشن. درست؟ باز در وب که است ما فیلال در وب کار نمیکنیم، باز ای را میخوانیم، یعنی انترپرایز ادیشن. انترپرایز ادیشن. در دسکتاپ هم شاید ما کانکتیویتی داشته باشیم. دسکتاپ درست است. بارزو ما چه داریم؟ می داریم. یعنی به خاطر می چی را میخوانیم باز؟ یعنی اندروید را میخوانیم. جاوا اندروید. صحیح است؟ این به خاطر موبایل اپلیکیشن چی میشه؟ موبایل سافت‌ویر یا اپس بارزو از او استفاده میشه. در جاوا ما میگیم اگر نه اگر دیگه پلتفرما رو ببینین، دیگه زبان رو ببینین، اگر iOS رو ببینین شما از iOS یعنی زبان سویفت هم استفاده کردن میتونید که اون مربوط به جاوا نیست. درست است؟ ما که اول دسکتاپ بیس انتخاب میکنیم، درست است؟ یعنی یک MIS ساخته میتونید شما، Management Information System، MIS که برش میگه، یعنی یک اپلیکیشنه که شما میسازید. منیجمنت انفارمیشن سیستم، منیجمنت یک سیستم مدیریتی را که شما میسازین برای یک اداره، برای یک مکتب، یک پانتون، یک شفاخانه، صحیح است؟ دواخانه امکان داره، یک سوپر استور امکان داره، وزارت‌ها و ریاست‌ها شما میبینین تقریبا امروز در این روزها در هر جا از MIS استفاده کرده میتونید شما، یعنی ساخته میتونید برای از. صحیح است؟ MIS زیاد هستند. ما یک کوچک انتخاب میکنیم، به طور مثال چی را انتخاب کنیم؟ سکول. صحیح است؟ ما میگم که بار اولتان است، درست؟ شما در گرافیک بلد نیستین، درست شد؟ اینمی لیکن پیش از این شما باید چیزها رو باید خوانده باشین. ببینید اگر ما میگیم اپلیکیشن میگیم دسکتاپ بیس اپلیکیشن میگیم در جاوا میسازیم، باید ببینید در روزهای اول براتون گفته بودم که شما یک اپلیکیشن میسازین باید دو بخش بخوانید، هر دو را باید بخوانید. یکی ما چی میگفتم؟ فرانت اند است. ما که در فرانت اند کار میکنیم ولی این ما در پروگرامینگ کار میکنیم، یعنی اینترفیس هم میسازیم، ما یوزر اینترفیس. چرا میسازیم؟ یوزر اینترفیس. همون صفحه که از طریق از او یک یوزر میتونه با دیتابیس کانکت شه و معلومات ذخیره کنه، پس بگیره بیا نشان بده. شما میرین نتایج کانکور هم میبینین، درست؟ آنلاین میرین یک وبسایت از وب بیس اپلیکیشن است، شما یک آیدی خودتان انتر میکنین، سرچ میزنین، چی میشه؟ یک ریکوست میشه از طریق فرانت اند اینترفیس میره به دیتابیس کانکت میشه، معلومات میگیره براتون، پس تمو صفحه نشان میده. یعنی کمیونیکیشن میکنین، you can communicate with database through your interface or user interface or front end. فرانت اند امو صفحه اولی است که یک نفر، یک یوزر میتونه با دیتابیس کمیونیکیت کنه. به طور مثال یک مکتب است، یک نفر میاد شاگردا را چی میکنه؟ تعلیمین راجستر میکنه. یک صفحه است نوشته شده نیم، فادر نیم، کلاس، فی، تایم، ادمیشن دیت، ایمیل ادرس، کانتکت نمبر، تمام نوشته میکنه. یک بتن کلیک میکنه چی میشه؟ معلومات میره ثبت میشه در چی؟ در دیتابیس. اگر پس که خواسته باشه یک ریکارد پیدا کنه از طریق آیدی یا نام یا صنف نوشته میکنه، باز بتن کلیک میکنه، در اینترفیس کار میکنه، پس از دیتابیس معلومات مشخص میگیره، در اون صفحه براتون نشان میده. اینمی کمیونیکیت است. کمیونیکیشن در چه ترمنز؟ در یوزر او در دیتابیس ترمنز در اینترفیس چی رو. ابین شما اینمی در کامپیوتر روزانه شما کار میکنین، همراه کامپیوتر چطور کمیونیکیت میکنین شما؟ با همراه هاردویر. بین ما یوزرها و کامپیوتر بین ما چیست؟ ها؟ نه زبان صفر یک خواست.
ببینید ما چی میگم براتون. اگر شما در ریم یک چیز ذخیره میکنین، در اینجا چی هست که کمیونیکیشن بین ما قرار میکنه برای بین ما و کامپیوتر؟ نه بدون دیتابیس، اما یک ساده کامپیوتر چاران است. ها؟ پروسسور است، نه پروسسور هاردویر شد. ما یک یوزر هستم، مستقیم با بدون کدام سافتور اپلیکیشن میتونم با پروسس انجام بدم. چیست بین ما و کامپیوتر؟ کدام اینترفیس است؟ ها؟ ویندوز آفرین. یعنی او اس operating system application system software است نه؟ operating system چیست؟ system software است. ما دو نوع سافتور داریم نه؟ در عموم یک سیستم سافتور است، یک اپلیکیشن سافتور است. صحیح؟ سیستم سافتور است یعنی operating system کدام نوع سافتور است؟ سیستم سافتور است. بدون operating system یعنی سیستم سافتور کامپیوتر ما کار اجرا کردن نمیتونه. شما در دیسک معلومات ذخیره میکنید از طریق اینترفیس ویندوز میکنید. خب یک سافتور هستن که شما میسازین، به مثال اپلیکیشن سافتور. صحیح است؟ اینمی ویندوز که است یک اینترفیس است بین ما یعنی یوزرها و کامپیوتر. یک یوزر اینترفیس است. یوزر اینترفیس که امرای چی کمیونیکیت میکنه؟ هاردویر یا کامپیوتر یا سیستم. خب اگر خودتان یک اپلیکیشن ساختین، صحیح است؟ خودتان که میسازین باید یک اینترفیس باید داشته باشین. اینترفیس باید چی باشه؟ موجود باشه تا که از طریق اینترفیس شما با کی؟ با دیتابیس چی کنین؟ کمیونیکیت کنین با دیتابیس. پس دیتابیس و ما که اینترفیس ساختیم از طریق ویندوز باز کمیونیکیت میکنه با هاردویر. او جدا گپ است. ما با این کار داریم که اینترفیس ما که ساختیم امروز دیتابیس چطور کمیونیکیت شود. خودتان یوزر اینترفیس هم میسازین. درست است؟ اگر این نباشه شما با دیتابیس که است شما کمیونیکیت کردن نمیتونید. ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों सब बाकी हार्डवेयर सर्वी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बाकी نه ما دا ندیویلی خواه دا ندیویلی بکرن که چه دی خپل دا ویندوز چې دا انټرفیس رامنځته کوي زما او د کمپیوټر ترمنځ. مثال شما اینمی کلکولیتر باز کردید اینجا محاسبه میکنید، صحیح است؟ این خب ویندوز است لیکن این معلومات که ذخیره میشه در کجا شده؟ در ریم. کی گفته برای ازی میگیره و ران میکنه؟ ویندوز میگه. اینترفیس است، یک اینترفیس برای ما ساخته. درست؟ همون تو که ما اپلیکیشن میسازیم بین همون که ما اینترفیس ساختیم برای یک یوزر، برای سیستم های مختلف، برای مکتب، اما اینترفیس که ساختیم اون نفر خو نمیتونه در مستقیم در دیتابیس بره کماند ها را نشته کنه، ریکارد انزد کنه، دیلیت کنه، اپدیت کنه. او دیتابیس نمیفهمه هیچ. او میگه یک اینترفیس باشه، ما از طریق اینترفیس نشته میکنم، بتن کلیک کنم، دیلیت، اپدیت، تمام کارا برای ما اجرا کنه. اگر نه من نمیفهمم که دیتابیس چطور کار میشه. یوزر فرندلی سافتور را بسازین، یک خوب اینترفیس آسان‌تر باشه که یوزر بدونه که امروز دیتابیس کمیونیکیت کنه. ببینید در فیسبوک که شما یک یوزر اکانت میسازین در دیتابیس فیسبوک میرین شما؟ نه خیر. کد میکنین؟ نه خیر. بتن هستن، تکست باکس هستن، نشته میکنین، کلیک میکنین، کار میشه خلاص. دیلیت همون درست کامنت دیلیت میکنین، ادیت میکنین، شیر میکنین، بتن هست، یک اینترفیس است. لیکن در اونجا اینترفیس باز میگیم CMS ساخته شده، کانتنت منیجمنت سیستم، CMS ساخته شده برایتان. اما یعنی شما یوزر اینترفیس باید بسازین. صحیح است؟ یوزرهای عادی که هستن، نفرهای عادی که هستن، اما سیستم که شما که ساختین رو که استفاده میکنن با دیتابیس مستقیم کار ندارن که دیتابیس را باز کنن. در اونجا بطور مثال همینجا بیاین و اینمی را باز کنن و بازو از طریق خب یوزر چیز نمیرن اینمی بیان نشته کنن که مای سیکوال یک ریکارد اد میکنم، شاگرد آمده ریکاردی رو باید ما اد کنیم. شو دیتابیس تمام کماندها رو باید چی کنم؟ اینو تو نشته کن. خود نشته کنه یوز، اول اینمی کماندها رو باید یاد بگیر. نه تو نمیشه، باز مشکل است. سیستم باز تیبل ها رو ببینه که باش تو چند تیبل ها هستن. شو تیبلز
empathy است خالی است. باز میره use exit. oh come on use that. شو اینو تو مشکل نیست برای یک یوزر عادی؟ مشکل است نه؟ باز سلکت میکنه در اینجا از طریق دیتابیس فرام استودنت، یعنی استودنت است، یک نفر است. این کماندار چطور نشته کنه؟ اگر این اپدیت میکنه باز چی؟ بطور مثال اینمی بجای LLB BBA را نشته میکنه، یا بجای حمید محمد حمید نشته میکنه، باز میگه اپدیت. درست است؟ اپدیت نام تیبل استودنت است، باز میگه set کو مساوی با دبل کوتیشن محمد حمید کو. اپدیت اینجا باید ای بیاید. درست؟ ای باز ارر میته براتون where ID مساوی با چند باشه؟ یک. خب ID مساوی با اشتباه اینجا شده ها. where ID امید set student update student update table مشکل اینمی اینجاست. خب ببینید اینمی ما که مشکل می داشته باشیم یک یوزر عادی خب بیخی چی میگه مشکل بر جور میشه نه؟ صحیح؟ اینمی رو ما میگم که اینمی رو چی کو؟ ست کو. صحیح؟ چی را ست کنه؟ کدام عنوانه؟ نیم ست کنه. درست است؟ آل ست شد. آل پس سلکت کنیم میبینید که از حمید چی جور شده؟ آل نام حمید تغییر شده نشده. درست است؟ اینو ما اپدیت. اینمی کیوریا خب مشکل می باشن نه؟ باز بسیار مشکل است. با خاطر از ما یک اینترفیس بسازیم، یک اینترفیس باشه گرافیکی. صحیح؟ از طریق همون اینترفیس ما به دیتابیس کار کنیم، ریکاردر را بگیریم، دیلیت کنیم، اپدیت کنیم، اینسرت کنیم. کماندار رو نشته میکنین در کودتان امرای جاوا یک جا. حال وقتی که در جاوا شما یک اپلیکیشن هم میسازین، شما باید کدام چیزها را باید یاد بگیرین. ببینید یک اینترفیس است. اینترفیس در اینجا شما پروگرامینگ میکنین. درست؟ چرا میکنین؟ از طریق پروگرامینگ لنگویج چرا میسازین در جاوا؟ یه دسکتاپ بیس اپلیکیشن ها که هستن از طریق پروگرامینگ اینترفیس هم میسازین شما. یه که ساختن باز اینجا خود دیتابیس است. دیتابیس جداست. در مثال مای سیکول RDBMS است، یک اپلیکیشن به خاطر است که دیتابیس دو ساخته شده. بین اینترفیس و دیتابیس ما از چی استفاده کنیم در جاوا؟ از JDBC جاوا دیتابیس کانکتیویتی. دیتابیس DB. صحیح؟ یک چی است؟ یک API است. مجموعه لایبرری ها هستند که دو تیار کد شده. اینمی استفاده میشه به خاطر چی؟ به خاطر کانکتیویتی بین اینترفیس، پروگرامینگ اینترفیس ساختن و دیتابیس. کانکتیویتی را به وجود میاره. جاوا دیتابیس کانکتیویتی. درست است؟ در داخل این تمام کودها را که ما وصل میکنیم، پروگرام میکنیم، JDBC را اضافه میکنیم، داخل پروگرامینگ ما میکنیم. اینمی کد داخل اینمی کد. صرف تیبل ها که ساخته میشه، دیتابیس که ساخته میشه، او خود در دیتابیس ساخته میشه. اول اونجا میسازیم، از اینجا میتونیم. اول او را میسازیم، کماند ها را باید یاد بگیرین شما. پرایمری کی، فارن کی چی هستن، این را که یاد گرفتین، یک کمی باید دیتابیس کار شود پیش از اینکه شما او را کانکت کنین. ببینید شما میتونید که اینترفیس ساختین، شما گرافیک اول میسازین. درست؟ ما کلاس های گرافیک هم میخوانیم. باز میایم به طرف JDBC. خب شما کانکتیویتی را به وجود میارین. اگر شما دیتابیس نمیفهمین، هیچ ایده ندارین، هیچ معلومات ندارین درباره دیتابیس، خب چطور دیتابیس را کانکت میکنین؟ به خاطر چی میکنین؟ چطور دیتابیس را میسازین؟ چطور کیوری را اضافه میکنین؟ نمیتونین نه؟ خب پیش از اون که ما کانکتیویتی را به وجود بیاریم باید دیتابیس خوانده باشین. ببینید این جاوا 1 است شما.
ما خود جاوا ادوانس شما نخوانین، بازم در اینجا چی میکنین شما میتونین که اب امی فهمید که شما خواندین یک اپلیکیشن بسازین، مشکل نیست برایتان. یک کمی چیزا ادوانس میشن خلاص. که خوب است که جاوا ادوانس هم خوانده باشین شما. لیکن اینجا شما میتونین که یک اپلیکیشن بسازین، یک کنکتیویتی رو به وجود بیارین. ببینید شما که در پانتون هم میخوانین یک مضمون هم میخوانین اول با نام دیتابیس Design and Analysis یا Analysis and Design and Analysis. دیتابیس انالیسیس چطور کنین، چطور دیتابیس دیزاین کنین، شاید 2-3 سمستر خوانده شوی در کامپیوتر ساینس. ایره که خواندین بازو یک اپلیکیشن انتخاب میکنین که در او دیتابیس ساخته میشه. فکر کنین شما اول چی را میخوانین، اول نقشه چطور ساخته میشه، بازو ازو چطور خانه را بسازید. یه تو فکر کنید. شما در عموم دیتابیس هم میخوانید که دیتابیس چی است، چطور ساخته میشه، تیبل، کیوری ها، اسکیول، پرایمری کی، فارن کی، ریلیشنشیپ ها، تمام ERD، این تمام چیزا را میخوانید شما. نرمالایزیشن، جنرالایزیشن، تمام فارم ها را میخوانید شما. درست است؟ ریلیشنشیپ بین تیبل ها چطور ساخته میشه، به شکل عموم میخوانید شما دیتابیس. یعنی در یک اپلیکیشن کار نمیکنین، انتخاب نمیکنین اپلیکیشن رو، به شکل عمومی میخوانین که دیتابیس دیزاین یا انالایز چطور شود. تجزیه چیزی کور جوړه نقشه را چې به ورسره دا اړه وساله اصلي حالت اول خو تو باید نقشه باندې پوه شې. وساله ډیټابیس د نقشې کوم رول لري کور جوړول د ډیټابیس د څه راخه دیتابیس ډیزاین انالیسس چې دا هغه د نقشې جوړول دی، اول پوهېدل دی په نقشې باندې، په کور باندې، هر څه جوړول پروګرامینګ او نه چې بیا ته دیتابیس جوړوي هغه لپاره بیا ته یو RDBMS انتخابه. یو دیتابیس باز که دیتابیس به وجود میارین به شکل فیزیکی یا واقعی یک دیتابیس میسازین، با شما دیتابیس اپلیکیشن انتخاب میکنین. دیتابیس اپلیکیشن ها کدام ها هستن؟ مای سیکوال است، صحیح است، اسکیل سرور است، اوریکل است اگر نام شنیدین، سایبیس است، DB2 است، DB2 زیاد هستند در روزانه و نو آمدن بسیار زیاد. اول دیتابیس دیزاین انالیسیس که خواندین بازو یک اپلیکیشن انتخاب میکنین تا که یک دیتابیس واقعی را به وجود بیارین. مهمترین رول چه دی استاد؟ اول شما را باید خوانده باشین نمیره. صحیح است؟ به شکل عمومی. خب باید نفر چه میگم نه ما یکی را انتخاب میکنم مستقیم دیتابیس کانکتیویتی میکنم، یک کمی نالج اگر داشته باشین بازم خوب است اینمی مرحله را شما باید خوانده باشین. ایتون شده میتونه اول یک کمی معلومات براتون بدم که انالایز و دیزاین چی هستن. صحیح است؟ اینجا براتون میگه که خب در پروگرامینگ شما اینترفیس دارین، فرانت اند دارین، در بک اند چی است در اصل؟ کدام مرحله هستن که بک اند به وجود بیارین؟ دیتابیس تیبل ها را، کیوری ها را چطور اکزیکیوت کنین، جور کنین، به وجود بیارین. شما فهم دیزاین و دیتابیس و انالایز کردن دیتابیس باید شما به خوبی یاد داشته باشین. باز به آسانی میتونین که یک اپلیکیشن انتخاب کنین و یک دیتابیس واقعی رو به وجود بیارین. که نه اینجا ما انالیسیس نمیکنیم، نه دیزاین میکنیم، مستقیم یک اپلیکیشن انتخاب میکنیم براتون. هدف ما چیست؟ کنکتیویتی بین اینترفیس جاوا و یا دیتابیس است. یک کم معلومات باز براتون میتونم که اینمی انالایز است، اینمو انالایز میشه، اینمو دیزاین میشه، اینمی کی است، اینمو کیوری است، اینمو اسکیل چی است، اینمو تمام چیزا. که در اینجا براتون ما انالیسیس و دیزاین نمیکنم. کار ما اینمی نیست فی الحال. کورس ما جاوا است. و در جاوا یک موضوع آمده که دیتابیس کانکتیویتی رو با چطور به وجود بیاریم. ما یک اپلیکیشن، یک دیتابیس اپلیکیشن به نام مای سیکوال انتخاب میکنیم. اپلیکیشن ما چیست؟ مای سیکوال است. مای سیکوال که است ای امرای PHP بسیار خوب است، اوپن سورس است، اوپن سورس است، فری است، بدون لایسنس شما از استفاده کرده میتونین. درست؟ PHP بسیار خوب است و برای میتونین به دیگه زبان ها میتونین، لیکن که خوب است به خاطر PHP و جاوا هم میتونین کنکتیویتی بین مای سیکوال و پروگرامینگ لنگویج جاوا یا ویکتور به وجود بیارین. اگر اینجا بین اگر شما جاوا را ببینین، امرای جاوا باز اوریکل هم خوب است، چرا که اوریکل یک کمپانی است و RDBMS هم است. صحیح است؟ یک کمپانی است که جاوا هم ملکیت کیست؟ اوریکل است. امرای اوریکل با جاوا بسیار خوب است.
لیکن مای سیکوئل هم آله که ما که خبردارم مای سیکوئل هم آله اور کمپانی اوراکل رو چی کرده خریده پرچیز کرده لیکن این اوپن سورس است اوراکل هم بجای مای سیکوئل بجای اوراکل شما استفاده کنید میتونید بخاطر جاوا که مای سیکوئل باز بخاطر پی اچ پی هم خوب است پی اچ پی خودش اوپن سورس است فری است بدون لایسنس است و این هم اوپن سورس شد این تو خوب میاد اگر شما دیگه زبان ها رو ببینید سی شارپ رو ببینید مایکروسافت کمپانی مایکروسافت کس نه باز او دو پروگرامینگ لنگویج هم داره و دیتابیس هم خودش داره که کلوز سورس هست با نام SQL سرور SQL سرور یک RDBMS است و در اینجا زبان چی داره سی شارپ درست این همین چیزا هست شارپ یا بلا جواب آه ده جواب پر رقم بله شد صحیح است لیکن اینجا اگر ما ببینیم مای سیکوئل ما انتخاب میکنیم چرا که ما جاوا داریم بسیار خوب میاد آسان‌تر میباشه اگر شما مای سیکوئل در اینجا خواندین کار کرده بتانین شما امرای پی اچ پی پیش از پیش میفهمین دیگه یک کنکتیویتی رو به وجود میارین دیگه همون تیبل و همون کیوری و همون دیتابیس چیزا هستن لیکن اونجا که شما میرین باز جی دی بی سی نیست خواه جی دی بی سی یک ای پی آی ببینید یک تکنیک است یک مجموعه لایبرری است که امرای که جاوا را کانکت میکنه وصل میکنه به دیتابیس هر دیتابیس که اینمی دیتابیس که است امرای چیز میشه استفاده میشه امرای مای سیکوئل اگر پی اچ پی باشه بجای جی دی بی سی دیگه چیز می باشه پی دی او می باشه پی اچ پی دیتا ابجکت او دی بی سی امرای اوراکل صحیح است و ما خبردارم امرای سی شارپ باز چی میه ای دی او صحیح است یعنی تمام کنکتیویتی را باز امو پی آی کس لایبرری که استفاده میشه و متفاوت هستن باز فرق دارن درست است خب ما فی الحال چی را انتخاب کردیم مای سیکوئل و جاوا یعنی جاوا امرای مای سیکوئل از طریق جی دی بی سی فرانت اند و بک اند وصل میکنیم خلاص اینمی که شما کد میکنین شاید اینجا انترفیس بسازین که داخل امی کدتان در جاوا شما اینمی دیتابیس هم ساخته میتونین کنکتیویتی رو به وجود میارین کیوری های SQL و یاد داشته باشین امرای دیتابیس که شما کمیونیکیت میکنین انترفیس که میسازین شما پروگرامینگ کار میکنین نه کد کار میکنین یاد داشته باشین وقتی که شما امرای دیتابیس کمیونیکیت میکنین دیتابیس کدام زبان میفهمه از طریق کدام زبان ما او را میگیم که تیبل بساز دیتابیس بساز این ریکارد دیلیت کن پیشتر ما چندین ریکاردار نشته میکردم اومده سی ام دی سلکت اپدیت او SQL زبان بود خواه yes through SQL SQL سرور نیست ببینید مای سیکوئل SQL سرور ای زبان ای RDBMS هستن دیتابیس اپلیکیشن هستن و این زبان است که ما به خاطر کار کردن داخل مای RDBMS از این زبان استفاده میکنیم ایران باید شما یاد بگیریم SQL through SQL با چی مانا؟ structured query language query language structured query language این ساخته شده بعضی کماند ها ست ویندا هستن از شما استفاده میکنین تا که با دیتابیس کمیونیکیت کنین آل جاوا که کانکت شد داخل کد جاوا شما از طریق زبان SQL با استفاده از زبان SQL شما با دیتابیس کمیونیکیت میکنین باز چی میکنین؟ کمیونیکیت دیتابیس خود نمیفهمه که زبان جاوا چیست یعنی میره که کانکت میکنه کنکتیوی که وجود آوردیم باز که دیتابیس ساختن دیلیت کردن یک ریکارد اپدیت کردن سلکت کردن نظر کردن از طریق زبان SQL کارا را اجرا میکنه درست است وقتی کنکتیویتی را با وجود آوردین از زبان SQL داخل کد جاوا از این استفاده میکنی شما درست شد؟ کنفیوز خونه شدین؟ query what is query to ask question لفظی معنی هم دسیده خواه query معنی چې کله موږ ډیټابیس ته وایي چې دا کار وکړه یو خاص کار امر ورکول یو خاص کار اجرا کول query وایي دیتا صحیح ده structured است این ساخته شده
تر چی شده؟ آماده شده، structured است. یک ساختار مشخص تر آماده را داره که از طریق یک زبان از طریق از ما یک کیوری را چی میکنیم؟ اکزیکیوت میکنیم، اجرا میکنیم. بیشتر که ما کماندار نشته میکنم اینه میره انزرت کو، دیلیت کو، همون چیز اپدیت کو. درست شد؟ کدام سوال داریم تا بین اینجا؟ حالا پیش از این شما در اینترفیس ساختن یاد بگیرین، کد خو یاد دارین، نه بیسیکس. باید کلاس های اینترفیس چطور با وجود میاریم، گرافیک چطور با وجود میاریم، بارزو باز میاریم طرف JDBC و بارزو دیتابیس. پیش از اینکه کانکتیویتی را با وجود میاریم باید دیتابیس را بخوانید شما. Clear? I think it's enough for today.